برای شکمپارگان سیاسی ترانزیتی. بی وجدان ای متعفن، تعفن مدفونت را در خانه نگه دار. تو از پل تعفن سازش رژیم که به ایران ترانزیت می‌کنی، کفش‌های آلوده‌ات را بر سرزمین من می‌گذاری. تو با تعفنی که از مدفونت عریان می‌کنی، جامعه مرا آلوده می‌سازی. تو با تعفن مدفونت اینجا را هم آلوده کرده ای. تو که گفته ای سیاسی از ایرانم و جانم در خطر و پذیرای ملیتی دیگر شده ای، اینکم ما با ریا و ذلت و خواری دوباره کفش‌های آلوده‌ات را بر سرزمین من میگذاری؟ تو فرزند ناخلف سرزمین منی، تو که دانسته و نادانسته به ملت و سرزمینت خیانت میکنی. تو فخرت چرا به ملت و سرزمین من میفروشی؟ ثروت نداشته‌ات را، آبروی از کف رفته‌ات را، و یا شخصیت لگدمال شده‌ات را؟ تو هم در اینجا دروغ گفته ای و هم در آنجا دروغ میگویی. تو در آنجا از اینجا بهشت موعود میسازی. با تو هم بی وجدان، خائن، تو که در اینجا از کباب‌های 1 متری ارزان قیمت چلو کبابی های تبلیغاتی رژیم آدمخواران تبلیغ و لجن پراکنی میکنی. هرگز خواسته ای بدانی مردم من شب سر گرسنه بر بالین میگذارند؟ پدر کلیه میفروشد، مادر کلفتی میکند، دختر خودفروشی و پسر به نگهبانی از جان خواهر. تعفن مدفونت را در خانه نگهدار، هم دست جنایتکار. تو چگونه به خود اجازه میدهی با چند اویروی ناچیز دخترکان نوجوان مرز و بوم مرا تصاحب کنی؟ کفش‌های آلوده‌ات را بر سرزمین من مگذار، گرچه آن سرزمین از آن همه ماست، گرچه آن سرزمین از آن همه ماست و بازگشت به آن حق مسلم همه ما. اما به چه قیمتی؟ دست به دست، شانه به شانه ستمگران را در هم کوبید باید و سربلند به زاد بوم مادری بازگشت. ایران، آن سرزمین، از آن همه ماست، از آن همه ما. تعفن مدفونت را در خانه نگهدار، هم دست جنایتکار، هم دست جنایتکار. قبل ساعه هستیم، منتظر چاک بودیم. ما فکر کنیم که جتفه میریم که بهشون بگیم یا از مارشالر سوال فارسی هم ازش سوال. آقای مارشالر، شبتون بخیر. همای 720 هستیم. بفرمایید ما پارکینگ پوزیشنمون رو خواهش میکنم. خواهش میکنم تشریف بیاریم برای استند 2 جنگ و توجه به داری که اطراف 1 پراکنده هست. استند 2 جنگ، خیلی متشکرم. آقا شما بگو لطفا.